یه جنگ نامرئی همین الان تو ایران در جریانه. یه طرفش یه سیستم کنترلی پیشرفته است که از تکنولوژی استفاده میکنه تا همه چیز رو زیر نظر داشته باشه. طرف دیگه‌اش مردمی هستن که با یه خلاقیت واقعا باور نکردنی راه‌های جدیدی برای مقابله پیدا میکنن. این داستان اونهاست. خب برای اینکه بفهمیم این نبرد چطور کار میکنه، اول باید این ماشین کنترل رو بشناسیم. این یه قلعه است. قلعه‌ای که فقط با آجر و سیمان ساخته نشده. با فناوری، ایدئولوژی و زور ساخته شده. اما خب میدونید هر قلعه‌ای هر چقدر هم که مستحکم باشه یه سری شکاف‌هایی داره و جالبه که دقیقاً از دل همین شکاف‌هاست که مقاومت خیلی هوشمندانه و خلاقانه داره جوونه میزنه. در ادامه میبینیم چطوری. پس سوال اصلی اینه: چطور میشه با ماشینی جنگید که دائما در حال یادگیری و قوی‌تر شدنه؟ این فقط یه داستان محلی نیست، داستان رویارویی بی‌پایان بین کنترل الگوریتمی و اراده انسانه. بسیار خوب، بیایید برای درک مقاومت اول خود این ماشین کنترلر رو یک کالبد شکافی بکنیم. منابع ما به این ساختار یه اسم جالب دادن: مجموعه کنترل یا کنترل استک. بیایید با هم لایه‌هاش رو باز کنیم و ببینیم داخلش چیه. ببینید این یه ساختار ساده نیست. یه سیستم هوشمند 4 لایه است که برای یه کنترل فراگیر طراحی شده. از یه پایه ایدئولوژیک شروع میشه، بعد میرسه به سرکوب فیزیکی تو خیابون‌ها، با زیرساخت دیجیتال همه چیز رو رصد میکنه و در نهایت با کنترل اقتصاد حلقه رو از همیشه تنگتر میکنه. خب بیایید از ملموس‌ترین لایه شروع کنیم، لایه فیزیکی، یعنی همون نیرویی که تو خیابون‌ها دیده میشه. اما اینطور نیست که این واکنش‌ها بی برنامه باشه ها. نه، یه سیستم کاملاً حساب شده و طبقه بندی شده پشتشه. این سیستم 3 تا خط دفاعی داره. خط اول پلیس عادیه برای مهار کردن اولیه اوضاع. اگه کار از کار بگذره، خط دوم وارد عمل میشه، یعنی بسیج به عنوان نیروهای شوک. و اگه اوضاع واقعا بحرانی بشه، خط سوم یعنی نیروی زمینی سپاه با حداکثر توان وارد میدون میشه تا به قائل خاتمه بده. اما جنگ اصلی، یعنی جایی که واقعا نبرد سنگینی در جریانه، امروز به یه میدون دیگه منتقل شده: دنیای دیجیتال. قلب تپنده این کنترل دیجیتال یه پروژه عظیمیه به اسم شبکه ملی اطلاعات، یا به قول بعضیا قلعه دیجیتال ایران. طراحیش واقعاً هوشمندانه است. یه جورایی یک کلید قطع یا کیل سویچ داره. خب این یعنی چی؟ یعنی دولت میتونه اینترنت جهانی رو کامل قطع کنه، ولی خدمات داخلی مثل اپلیکیشن‌های بانکی هنوز کار میکنن. این باعث میشه هزینه اقتصادی قطعی اینترنت خیلی بیاد پایین و در نتیجه بشه کشور رو برای مدت‌های طولانی‌تری تو انزوای دیجیتال نگه داشت. خب این زیرساخت دیجیتال یه شکل کاملاً جدیدی از قدرت رو خلق میکنه. کارشناسای اسم سخت براش گذاشتن: سیاست زیستی فناورانه یا تکنو بایوپالیتیکس. ولی اگه بخوایم سادهش کنیم، یعنی استفاده از فناوری برای کنترل مستقیم زندگی و حتی بدن شهروندان. میخواد یه مثال خیلی واضح از این مفهوم رو ببینید؟ همین قانون جدید حجاب. این قانون میاد و کل اون شبکه عظیم دوربین‌های نظارتی رو تبدیل میکنه به یه ابزاری برای کنترل بدن زنان و صدور جریمه به صورت خودکار. اما هدف فقط جریمه کردن نیست. هدف اصلی یه چیز دیگه است: ایجاد یه اثر روانی خیلی قدرتمند. یه فیلسوف فرانسوی هست به اسم میشل فوکو که یه مفهومی داره به اسم پانوپتیکون. دقیقاً همینه. و نتیجهش میدونید چیه؟ یه جور زندان روانی. جایی که ترس از این که شاید یکی داره نگاهت میکنه باعث میشه خودت زندانبان خودت بشی. و اینجا نکته کلیدیه: بار کنترل از روی دوش دولت برداشته میشه و میفته رو دوش خود شهروند. خب تا اینجا ما ماشین کنترل رو بررسی کردیم. اما اون طرف ماجرا چی؟ اینجا ما با یه جنبش تکو و سازمان یافته طرف نیستیم. نه، با یه چیز خیلی منعطف‌تر و هوشمندتر روبرویم: یه اکوسیستم کامل از مقاومت. این اکوسیستم مقاومت تو 5 تا سطح مختلف ولی کاملاً به هم پیوسته کار میکنه. از یه حرکت فردی کوچیک تو خیابون شروع میشه و میرسه به شبکه‌های پشتیبانی زیرزمینی، نافرمانی دیجیتال میلیونی و یه چیزی به اسم شبکه‌های همبستگی اجتماعی. مثلا تو خیابون این مقاومت میتونه میلیون‌ها حرکت کوچیک فردی باشه. از طرف دیگه میتونه یه سری اقدامات جمعی و هماهنگ باشه.
مثلا اعتراضات ناگهانی که با اپ‌های رمزگذاری شده هماهنگ میشن، خیلی سریع شکل میگیرن و تو شبکه‌های اجتماعی پخش میشن. حالا بریم سراغ حوزه دیجیتال. اینجا دیگه مبارزه تبدیل میشه به یه بازی موش و گربه تمام عیار، یه بازی فناورانه و خب خیلی پرریسک. فقط به این عدد نگاه کنید، 87%. این یعنی از هر 100 نفر کاربر اینترنت تو ایران، 87 نفرشون دارن از VPN یا ابزارهای مشابه برای دور زدن کنترل‌ها استفاده میکنن. این دیگه فقط یه آمار نیست. این تصویر یه نافرمانی مدنی گسترده و روزمره است. این بازی موش و گربه رو اینجا قشنگ میشه دید. دولت میاد اینترنت رو با کلید قطع میبنده، مردم چیکار میکنن؟ پایانه‌های ماهواره‌ای استارلینک رو وارد میکنن. دولت میاد با دوربین‌های تشخیص چهره نظارت میکنه، مردم با ماسک و کلاه و پیدا کردن نقاط کور شهری این سیستم رو دور میزنن. یعنی برای هر تاکتیک کنترل یه ضد تاکتیک خلاقانه به وجود میاد. اما زیر همه این لایه‌ها شاید مهمترین و قدرتمندترین لایه قرار داره. چیزی که شاید دیده نشه، شبکه همبستگی اجتماعی. مثلا فکر کنید یه مغازه‌دار به مشتریش آروم هشدار میده که مراقب دوربین باشه. این همون چسب اجتماعیه که باعث میشه کل این اکوسیستم مقاومت سرپا بمونه. خب، همه اینا ما رو به یه نتیجه گیری و یه ایده کلیدی میرسونه. ایده‌ای که کل این بازی موش و گربه رو توضیح میده. پارادوکس کنترل. این نظریه چی میگه؟ میگه که تلاش‌های افراطی برای کنترل مطلق دقیقاً برعکس جواب میده و باعث به وجود اومدن شکل‌های جدید و خلاقانه‌تری از مقاومت میشه. یه جورایی مثل اینه که بخواید آب رو تو مشتتون نگه دارید. هرچی مشتتون رو سفت‌تر کنید، آب بیشتر از لای انگشتاتون بیرون میزنه. و اینجا به نکته اصلی میرسیم. ببینید، خود این که اصلاً چنین ماشین کنترل پیچیده‌ای وجود داره یه جور اعتراف ناخواسته است. این یعنی سیستم داره اعتراف میکنه که یه نیروی قدرتمند تو دل جامعه وجود داره که مجبور این همه انرژی برای سرکوبش بذاره. و در نهایت این ما رو با یه سوال بزرگ تنها میذاره. با پیشرفت هوش مصنوعی و تکنولوژی‌های نظارتی، قدم بعدی مقاومت چی میتونه باشه؟ آیا جواب تو فناوری‌های پیشرفته‌تره یا تو یه چیز عمیق‌تره؟ یه همبستگی انسانی که هیچ الگوریتم هیچ کدی نمیتونه ردیابیش کنه؟